یه ساعت اون سیگار گرفتی دستت که چی؟ یا بنداز بره یا روشنش کن. آقا جون ببینه شب تو خونه راه نمیده. میخوام روشنش بکنم ولی هوا یه جوری آلوده است که فندک از کمبود اکسیژن روشن نمیشه. تو هم که یه ساعت هی میکوبی رو گوشی. چه شده؟ هنوز نت وصل نشده؟ بین نقط و نوصله. الان سرعت نت یه جوریه باید 7-8 تا تب باز کنی، بعد مثل سیغای کباب هی دونه بدونه از اول تا آخر بهشون سر بزنی ببینی در چه وضعیه، لود شده بالاخره یا نه. فکر بکنم به خاطر فیلتر شکناته. والله چی بگم، هر روز چند ساعت میگردم تا یه فیلتر شکن پیدا کنم که وصل بشه، بعدش اصلا یادم میره برای چی اینترنت روشن کردم. به جاشو کله‌پوکای ولایی با اینترنت سفید بدون فیلتر تو مجازی خرقلت میزنن. آها بالاخره وصل شد. اینجا رو دیگه. چه شده؟ چرا میخندی؟ تو دایرکتم اونقدر پیام های تور سفر به آمریکا و تایلند و اروپا برام اومده که بیا و ببین. منم هیچ وقت جوابی بهشون ندادم. الان یکیشون پیام داده شمال چی؟ شمال هم نمیایی نامرد خسیس. چه خبرتونه؟ تو پارک به چی میخنده؟ به من بخنده؟ آخه نفتالین تو که خنده نداری. با حال تو باید گریه بکنیم. داشتیم به مقام عظمت میخندیدیم که میگه به قله ها نزدیک شدیم. خب راست میگم. این همه قله های فتح شده رو نمیبینه؟ چرا؟ از ته دره که خیلی رو نوک قله اید. آخه کی میدونست ایران را به بی آبی و بی برقی و بی گازی و بی پولی و بی نونی و کلی بی دیگه برسونه. عوضش امنیت داریم. مگه بسیج رو نمیبینه؟ آسایش داریم، آرامش داریم، کلی یشامش داریم. آخه متناقض الاضلاع. شما یه کاری کردین بچه تو ایران به دنیا میاد اول افسردگی میگیره بعد شناسنامه، بعد میگی آرامش و آسایش داریم. روشور اصلا دقت کردی خسرو؟ دیگه ایران را از سوریه شده نمیترسونن. الان تهدید میکنن که سودان میشیم. حتما چند وقت دیگه کشور بدتر از ایران پیدا نمیکنن، میگن شبیه کره ما سوراخ میشیم. راستی حالا که اسم سوریه آمد به نظرم بد نیست از مقام عظماتم بپرسی برای چه از وقتی بشار اسد فرار کرد دیگه نگران حرم و مدافع حرم نیستی؟ آخه حرم عظما همون بشار اسد بود که در رفت روسیه. کاش که زودتر خودشو با این جوجو بسیجی هاشو سود کنیم تو سطل خاکروبه. گل گفتی خسرو جان. خودم میدانم.